عمرو بود و پسر عمرو در یک ارائه‌ای، در یک گفتگویی با یک جوان دهاتی حرفشون شد، یک سیلی بر صورت اون جوان روستایی مصری زد. حالا شما ببینید یک روستایی مصری که نمیدونم حالا عرب بوده یا غیر عرب بوده، شاید اون هنوز عرب هم نبودن، اون هم نماینده خلیفه و استاندار مطلق، پسر به پدرش شکایت کرد. پدرش آمد پیش عمرو گفت باید قصاص کنی، پسر من کتک خورده و بایستی پسر تو که زده او هم کتک بخوره. او هم اعتنایی نکرد و اینها رو بیرون بلند شدن، آمدن مدینه در زمان خلیفه دوم، آمدن پیش خلیفه توی مسجد ماجرا رو مطرح کردن. خلیفه فوراً نوشت تا اون حاکم یعنی عمرو و پسرش هر دو بیان، آوردشون توی مسجد، گفتش که این پسر دهاتی اون پسر استاندار رو قصاص کنه، خود استاندار هم تعزیر بشه. گفت چرا خود من تعزیر بشم؟ گفت برای خاطر اینکه به میخ قدرت تو پسرت این کار رو کرد و این حرکت رو انجام داد، تو رو دادی به او. بعد یه جمله‌ای از قول خلیفه نقل شده که اون هم از جملاتی است که توی تاریخ هست و او اینه که خطاب میکنه به عمرو میگه متی استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا. از کی شما این مردم رو بنده خودتون و برده خودتون قرار دادی در حالی که مادرهاشون اینا رو آزاد آفریدن؟ این منطق اسلام. اگر این در اسلام به صورت یک فرهنگ رایج نبود، خلیفه برای یک کار به این مهمی که استاندار خودش رو میخواد مجازات کنه به این جمله، به این معرفت اسلامی استناد نمیکرد. پیداست این مطلبی بوده که همه این مطلب رو میدانستن، جزء فرهنگ رایج و شناخته شده ملت اسلام در اون وقت بوده که انسانها آزادن، انسانها دارای حق آزادی هستند و از مادرها آزاد متولد شدن و کسی حق نداره انسانها رو برده و اسیر و بنده خودش بکنه و حق آزادی اونها رو سلب کنه.